در دهه 1950 میلادی یک مرد اتریشی که 2 تا پسر داره مرتب داره این 2 تا پسر رو با هم مقایسه میکنه. پسر بزرگه هیکل بهتری داشت، اما کوچکتره هم لاغر بود هم چشماش ضعیف بود و پدرشون مرتب به کوچیکه سرکوف میزده. حتی بعضی وقتا بهش میگفته تو سیندرلایی، چرا انقدر ضعیفی؟ مثل برادرت باش. این 2 تا پسر با 2 تا شرایط مختلف بزرگ میشن. بزرگه همیشه تایید میشده، کوچیکه همیشه تو سری میخورده. این بچه به قدری تحت فشار قرار گرفته بود که وقتی 10 سالش بود و پدرش داد میزد از ترس تو شلوارش ادرار میکرد و بیشتر کتک میخورد. در هر صورت این 2 تا پسر بزرگ میشن، اما برادر بزرگتر تو همون سنین جوانی الکلی میشه، به طوری که شیشه مشروب از دستش پایین نمیافتاده و وقتی هم 24 سالش میشه به خاطر رانندگی در حال مستی تصادف میکنه و از دنیا میره. اما برادر کوچیکه ادامه میده و زیاد طول نمیکشه که همین پسر شهرت جهانی پیدا میکنه و میشه یکی از معروف ترین بدنسازهای دنیا، آرنولد شوارزنگر، که حتما میشناسیدش. بعد از بدنسازی‌هاش هم وارد فیلم‌های هالیوودی شد و اونجا هم خوب درخشید. تو فیلم‌های مثل ترمیناتور 2، پردیتور و خیلی فیلم‌های معروف دیگه بازی کرد و شد تقریباً یکی از معروف‌ترین بازیگرا. حتی تو سیاست هم موفق شد چون به فرمانداری کالیفرنیا رسید. خلاصه آرنولد نشون داد که سیندرلا نیست و برای خودش یک قهرمانه. زندگی کاملش تو تاپ 10 وجود داره. لینکشو میذارم توی توضیحات اگر خواستید ببینید.